سرراستی مرزبانی تاجیکستان میگوید که این حادثه از جانب مرزبانان قرغیز و ساکنان قرغیزستان از پیش تحریزی شده بود است به خاطر خراب کردن وضع در منطقه های مرزی می باشد. اما دیروز نیروهای مرزبانی قرغیزستان با پخش یک نوار و از طریق رسانه های محلیشان گفتند که این حادثه در نتیجه مرزشکنی مرزبانان تاجیکستان رخ داده است و در نتیجه یک بحث در نواری که اونها به نشر رساندن با چشمان خود دیده می شود که مرزبانان تاجیک بازداشت شده و آنها با کلاشنیکوف در منطقه مرزی قرغیزستان نگاه داشته می شود و تا حال حاضر تنها اظهاراتی که از طرف هم سرراستی مرزبانی تاجیکستان و هم مقامات مرزبانی تاجیکستان رخ می‌دهد تنها به نشر رسیده است، تنها عیبدار نمودن جانب هاست، اما اصل مسئله چی است حالا دقیق و روشن نیست. تقریبا طی چند سال است که این بحث‌ها بیشتر در منطقه بحثی تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه مرزی رخ می‌دهند. تا کنون طی این چند سالی که گذشت از امتداد مرز مشترک قرغیزستان تاجیکستان که 976 کیلومتر را در بر میگیرد، همگی 506 کیلومتر آن علامت گذاری شده و مشخص کرده شده است. ولی همچنان با وجود این تلاش‌های کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان همین گونه دسیسه‌ها، همین گونه ماجرا و مناقشه‌ها رخ میدن و بیشتر از همه در منطقه‌های بحثی که هنوز نه به طرف قرغیزستان دخل دارند و نه به طرف تاجیکستان دخل دارند رخ میدهد. بیشتر از همه در ناحیه اسفره و هم در ناحیه باباجان غفار و دیگر ناحیه مرزی که با قرغیزستان همسایه می باشند این حادثه رخ میدهند. طبری پیشتر رادیو آزادی خبر داده بود هفته گذشته نیز در منطقه یا جماعت واروخ ناحیه اسفره نیز همین گونه یک ماجرای سر زده بود که در نتیجه سنگ اندازی رئیس محله واروخ زخم برداشته بود و به بیمارخانه بستری شده بود. ضمناً رستم رحمتزاده معاون اول رئیس ولایت سوق و همزمان عضو کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان عاید به مسئله علامتگذاری مرز در صحبت با رادیو آزادی گفت که دیروز وقتی که این حادثه رخ داد آنها بیگاه به جای حادثه رسیدند و در نتیجه صحبت به این نتیجه رسیدند که سه مرزبان تاجیک را همراه 4 کلاشنیکوف از دست مرزبانان قرغیزستان گرفتند و به قلمرو تاجیکستان آوردند. فعلا به قول رستم رحمتزاده وضعیت در این منطقه آرام است و تحت کنترل قرار دارد.